أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستان عزیز، درس عقیده را از کتاب امام ابو حنیفه فقه اکبر دوام دهیم. موضوع امروزه مفهوم ایمان و اسلام. امام ابو حنیفه رحمه الله میگویند: والایمان هو الاقرار والتصدیق و ایمان اهل السماء والارض لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمن به ويزيد وينقص من جهة اليقين والتصديق، والمؤمنون مستوون في الإيمان والتوحيد متفاضلون في الأعمال. ایمان اقرار با زبان و باور و تصدیق به دل است. ایمان اهل آسمان و اهل زمین از نگاه مؤمنون بهی کم و زیاد نمی شود. مؤمنان در ایمان و توحید برابرند، اما در عمل تفاضل و برتری دارند. یعنی کسی که عمل نیک بیشتر دارد بر دیگر برتری دارد. اکنون بیایید شرح گفته های امام ابو حنیفه را ببینیم. امام ابو حنیفه رحمه الله میگویند که ایمان اقرار با زبان و باور و تصدیق به دل است. یعنی کسی که با زبان گوید و به دل تصدیق کند، این ایمان است. این ایمان شخص درست می شود. و اگر شخصی تنها با زبان گوید و به دل تصدیق نکند، این شخص منافق است. و اگر کسی که به دل تصدیق کند و به زبان نگوید، در نزد ما مسلمان شماریده نمی شود و در نزد خداوند مسلمان شماریده می شود. و در دوام متن می گویند که ایمان اهل آسمان و اهل زمین کم و زیاد نمی شود. دوستان عزیز، رکنهای ایمان 6 تا است. آمنت بالله، ایمان آوردم به الله، و ملائکته، به فرشتگان، و کتبه، به کتابهایش، و رسله، به رسولهایش، و الیوم الاخر، و به روز آخرت، و القدر خیره و شره، و به تقدیر چی بدی باشد و چی خوبی. هر کسی که این 6 ارکان ایمان را قبول کرد، باور کرد، به دلش تصدیق کرد، او مسلمانی کامل است. و اگر کسی یکی از اینها را ترک کرد، قبول نکرد، او مسلمان حسابیده نمی شود. از این جهت امام ابو حنیفه رحمه الله می گویند که ایمان کم و زیاد نمی شود. یعنی باوری بر این ارکانها یا هست یا نیست، کم و زیاد نمی شود. اما در عمل تفاضل و برتری دارند. یعنی مسلمان ها در عمل کردن، در تقوی و یقین از یکدیگر فرق می کنند. امام ابو حنیفه رحمه الله در دوام متن می گویند: والاسلام هو التسلیم والانقیاد لأوامر الله تعالی و من طریق اللغة فرق بين الإيمان والإسلام، ولكن لا يكون إيمان بلا إسلام ولا يوجد إسلام بلا إيمان، فهما كالظهر مع البطن، والدين اسم واقع على الإيمان والإسلام والشرائع كلها. امام ابو حنیفه رحمه الله میگویند اسلام یعنی تسلیم و فرمانبرداری در برابر امرهای خداوند متعال می باشد. به اعتبار لغت فرق است بین ایمان و اسلام، اما ایمان بدون اسلام ممکن نیست، همچنان که اسلام بدون ایمان ناممکن است. پس ایمان و اسلام مثل کمر و شکم هستند که وجود یکی بدون دیگر ناممکن است. دین اسم است که ایمان و اسلام و همه شرائع یعنی احکام را شامل می شود.
اکنون بیایید شرح گفته های امام ابو حنیفه رحمه الله را ببینیم. امام ابو حنیفه رحمه الله میگویند که در لغت معنای ایمان از اسلام فرق میکند. معنای ایمان این تصدیق کردن، باور کردن و معنای اسلام باشد این تسلیم شدن، این امرهای پروردگار را به جای آوردن. و در شریعت باشد ایمان و اسلام یک چیز بوده مثل شکم و پشت از همدیگر جدا نشونده اند. یعنی مثل شکم و پشت انسان از یکدیگر جدا نشونده هستند. از این دیدگاه ایمان را بدون اسلام و اسلام را بدون ایمان تصور کردن ناممکن است. خلاصه دوستان عزیز، هرگاهی که این دو کلمه در یک متن آیند، یعنی ایمان و اسلام، معنای ایمان این باوری و اعتقاد می باشد و معنای اسلام این عمل کردن به امرهای پروردگار می باشد، نماز خواندن، روزه داشتن و دیگر امرهای پروردگار. و اگر در متن فقط کلمه ایمان آید، در این حالت این هم معنای ایمان و هم معنای اسلام را دارد و این چنین برعکس اگر در متن کلمه اسلام آید، این هم معنای اسلام و هم معنای ایمان را دارد. و در آخر امام ابو حنیفه رحمه الله گفتند دین این اسم است، این نام است که ایمان و اسلام و همه احکام شریعت را در بر میگیرد. دوستان عزیز، خلاصه درس این است که ایمان این تصدیق و باوری است و اسلام باشد این عمل کردن به امرهای پروردگار است. مؤمنان در ایمان برابرند، یعنی در باوری به ارکان ایمان برابرند، و اما در عمل باشد، در تقوا باشد، از یکدیگر فرق کرده و برتری بر یکدیگر دارند. و از نگاه شرعی باشد ایمان و اسلام مثل کمر و شکم هستند که وجود یک بدون دیگر ناممکن است. این بود پایان درس امروزه. سبحانك اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.